به یکی دیگه از ویدیوهای من توی پلیلیست دیزاین تجربه خوش اومدین. تو این ویدیو میخوام در مورد یک موضوعی صحبت کنم که این چند وقته خیلی بهم دایرکت دارید در موردش، خیلی ازم سوال کردید. اونم به صورت کلی بازار کار طراحی صنعتی چجوریه، اصلا بازار کار داره یا نه. در واقع خب میفهمم که چرا یه همچین سوالی پیش میاد. اولا که توی باز زمانی انتخاب رشته بود که بچه‌ها می‌خواستن انتخاب رشته کنن و میومدن پستن که آقا انتخاب کنیم این رشته رو یا نه، یعنی یکی از المان‌ها و یکی از فاکتورهایی که می‌خواستن واسه در واقع انتخاب این رشته بگیرن این بود که بازار کار داره یا نه. ولی از اون طرف دلیل اصلی که میخوام اومدم این ویدیو بسازم این بود که توی سوالاتون یه چیز دیگر هم میگفتید اینکه آقا من بین مثلا طراحی صنعتی و معماری موندم، بازار کار کدومش بهتره؟ یا چه میدونم پسر خاله نمیدونم فلان من اومده گفته که آقا طراحی صنعتی بازارش به درد نمیخوره، کاری انجام نمیدن، درآمدی نداره به اون صورت، برو نمیدونم برق. حالا خود طرف مثلا چی خونده، چه میدونم مثلا ممکنه انسانی خونده باشه، حقوق خونده باشه، خودش مثلا حالا نه اینکه بچه حقوق و بچه انسانی سر کار نمیرن، نه طرف خودش نتونسته به جایی برسه، بعد اومده رشته های هنری رو هم دیده مثلا، بعد میگه برو مهندسی مثلا بازار کار داره. اولا که واقعا اینجوری نیست. آقا اگه که قرار بود همه برن مهندسی که خب ما توی این مملکت هممون میشدیم مهندس، یعنی نیاز دیگه ای نداریم که بخوایم رشته های دیگه بریم، یعنی فضای کار انقدر کمه که دیگه فقط بریم مهندسی. و چرا این همه شرکت تو حوزه‌های مختلف دارن کار میکنن؟ با اینکه وضعیت کشور بده، با اینکه وضعیت اقتصادی افتضاحه، ترکیده، ولی خب اگر که قرار باشه که بگیم یه رشته بازار کارش بده، برای همه رشته ها میشه گفت. مثال میزنم، رکود مسکن، قیمت بالای مساله ساختمون. حالا من دور میدونم، خب حالا من بیام بگم که آقا معماری رشته بدیه، نرید معماری، بازار کار نداره چون ساختمون ساخته نمیشه. نه آقا اینجوری نیست. اولا که اگر یه وضعیت بدی به وجود بیاد معمولا همیشگی نیست، هرچند طولانی هم باشه همیشگی نیست. بالاخره یه موقع یه تایمی درست میشه، عوض میشه اون وضعیت، یه تغییری اتفاق میفته. بعدش هم ما گفتم که این همه نیازهای مختلف داریم ما. تا زمانی که آدم داره زندگی میکنه، تا زمانی که انسان وجود داره، پس نیازهای مختلف وجود داره. تا زمانی که شما بخوای بری بیرون نیاز داری به کفش، باید کفش پات کنی. تا زمانی که چه میدونم بخوای از یه نقطه‌ای بری به یه نقطه دیگه نیاز داری جابجا بشی، اصطلاحاً ماشین باید سوار بشی. تا زمانی که میخوای که به تیپ و ظاهر خودت برسی، جواهرات وجود داره، نمیدونم ساعت وجود داره، گردنبند وجود داره، گوشواره، حالا برای خانم‌ها حتی پسرها دستبند هست. تا زمانی که بخوای خوراکی بخری، از بین 10 نوع خوراکی که یه چیزن و بعد بیای از بینشون انتخاب کنی، بعد بسته‌بندیشو انتخاب کنی در درجه اول. پس نیاز هست. طراحی ساعت وجود داره، طراحی کفش وجود داره، طراحی خودرو وجود داره. حالا یه سری چیزا رو توی ایران نمیشه پیگیری کرد. آقا برنامه مهاجرت داری، اون اصلا سر جاش ارزشمنده، عالی، به من هم هیچ ربطی نداره، منم هیچی نمیتونم بگم، تصمیمی که خودت گرفتی. ولی هنوز میشه یه کاری کرد. الان من میشناسم بچه‌ای که درآمد دلاری دارن، از خارج از کشور دارن درآمد در میارن، خیلی راحت، شیرین. ولی طرف ایرانه. پویا حسینی زاده که حالا پیجش هم میذارم، یکی از بچه‌ای که طراحی ساعت داره انجام میده. خب ما اصلا توی کشورمون صنعت ساعت سازی نداریم، حداقل به اون صورت مطرح نیست. شاید مثلا کارگاه باشه یا شرکت کوچیک باشه، ولی خب شما تا حالا برند ایرانی تو حوزه طراحی ساعت شنیدین؟ نه. ولی پویا حسین زاده که من خیلی هم دوستش دارم و کاراش به شدت فوق‌العاده است، همین چند وقت پیش آگهی گذاشته بود که آقا من واسه تیمم نیرو میخوام. پس این بازار کار هست، بازار کار دیزاین دیگه. حالا شاید پویا حسین زاده فکر میکنم مکانیک خونده باشه، اوکی، ولی کارش کار دیزاینه، طراحی صنعتیه، خودش هم میدونه. حالا از یه راه دیگه اصلا اومده وارد شده، من کاری ندارم. و درآمدش هم درآمد دلاریه به تبع، چون داره واسه خارج از کشور کار میکنه. مدل ساعت رو از خارج از کشور واسهش میفرستن، پست میکنن، ولی پویا هنوز مونده ایران و توی ایران داره کار میکنه. پس کار طراحی صنعتی بازارش هست. خیلی در مورد این صحبت‌ها به نظرم فکر نکنید و فاکتورش رو نذارید. شما کاری که علاقه داشته باشید و پیگیرش باشید، قطعاً به درآمدی میرسه. حالا یا تو ایران یا خارج از کشور، اصلا به این نگاه نکنید. شما خودتون رو به یه درجه میرسونید، تهش آقا مهاجرت میکنید، یه جای دیگه میرید دنبال علاقتون، دنبال کارتون. پس بازار کار طراحی صنعتی هست، زیاد هم هست به نسبت اون چیزی که شما فکر می‌کنید. ولی چرا میشنویم بازار کار نیست؟ به معنی واقعی کلمه نیروی کار وجود نداره، نیروی کار تخصصی وجود نداره. خود من در حال حاضر روی 2 تا پروژه فعال دارم کار میکنم، روی 2 تا، تو 2 تا حوزه مختلف، یکی طراحی خدمات، یکی طراحی محصول.
که حالا ترین محصولا رو بعداً بهتون میگم. یکی دو تا پروژه دیگه هم دارم که استاپ شدن، یعنی از طرف کارفرما هیچ چیزی به من نگفته شده و قراردادی هم بسته نشده، هیچ تعهدی فعلا ندارم، ولی خب من کار خودم دارم میکنم. یعنی اگر بخوام و اگر وقتم باز بشه و اگر وقتم اجازه بشه میتونم برم حتی پروژه دیگر رو بگیرم. نکته اینه که شما نیروی تخصصی رو باید بیاری سر کار و نیروی تخصصی نیست، مخصوصا تو این وضعیت کشور وقتی که اقتصاد اینجوریه، هر کارفرمایی نمیاد ریسک کنه، دنبال نیروی کاربلده، دنبال هر نیرویی نمیره. پس یه قسمتی از قضیه درسته که شرایط اقتصادی اون سر جاش، یه قسمت دیگه هم تا حدودی برمیگرده به ما. چقدر واسه خودمون وقت گذاشتیم، چقدر سرمایه گذاری کردیم رو خودمون، چقدر رفتیم دنبالش که بتونیم بعد از 2 سال 3 سال 4 سال یه شغل خیلی خوب داشته باشیم، 2 تا پروژه خوب بگیریم. حالا من اینجا یه سری چیزا رو نوشتم، یه سری دلایل که در واقع باعث میشه که ما این رو بشنویم یا به این نتیجه برسیم که آقا بازار کار تجهیزاتی افتضاحی، اصلا تجهیزاتی تو ایران بازار کار نداره. الان بهتون میگم. مورد اول اینه که آقا ما مسیر رو کامل نمیریم. یعنی چی؟ 2 هفته، 3 هفته، 1 ماه یه مسیر رو میریم، بعد اون نتیجه‌ای که میخوایم دستمون نمیاد. این کار نمیکنه، آقا ولش کن، به درد نمیخوره. در صورتی که کار میکنه باید به این نتیجه برسی که کار میکنه، منتها باید پیگیر باشی. بابراس یه جمله‌ای داره میگه که استعداد علاقه‌ای که پیگیری شده. شما اگه به یه چیزی علاقه داری، یه چیزی که دوست داری، باید پیگیرش باشی. مورد دوم اینه که آقا ذهنمون نتیجه گراست. یعنی از یک سیستمی، حالا این شاید قسمت زیادیش تقصیر ما نباشه، به صورت کلی ما توی یک فضایی بزرگ شدیم که نتیجه مهمتره. آقا طرف میاره که مهندس بشه، من میخوام دکتر بشم. حالا تو بچگی اینا رویاست دیگه، خیلی هم جذاب، خیلی هم شیرین، خیلی هم بانمکه. ولی این که بیای برسی به یه لولی که باید مسیرتو دیگه خودت انتخاب کنی، بخوای فقط به اون نتیجه بچسبی، فقط اون نتیجه رو ببینی، اینجا یه ذره ممکنه داستان بشه برات، اذیتت کنه، تو ذهن تاثیر بذاره. ما نباید ذهنمون نتیجه گرا بشه. حداقل توی عصری که داریم زندگی میکنیم، توی عصری هستیم که فراینده خیلی مهمه. همه دنبال اینن که آقا ببینن فرایند کار چجوریه، نتیجه رو توی فرایند میبینن. اون چیزی که ما تو ذهنمون، من میخوام طراح بشم، آقا شما توی یه فرایندی باید طراح بشی. از یک نقطه شروع میکنی تا به یک نقطه‌ای برسی که هیچ وقت به اون نقطه نمیرسی. توی این مسیر تو تبدیل میشی به طراح. اینجوری نیستش که 4 سال درس بخونی تا سال 3 طراح نباشی، یهو سال 4 بشی طراح. نه، یواش یواش میری بالا، یه سری ویژگی‌ها رو به دست میاری، اکتسابی، یه قسمتیش هم حالا ممکنه استعداد باشه، بعد میشی طراح. یهو نمیشی طراح، میدونی؟ توی یه پروسه‌ای میشی طراح. پس ذهنمون هم نتیجه گراست. مورد سوم، آقا دوست نداریم سختی بکشیم. این یعنی انقدر زیاد من دیدم، انقدر بین بقیه بچه دارم میبینم، طرف ایدهش خیلی خفنه، خودش هم آدم مستعدیه، یعنی تسلط خودش رو روی سری از موضوع داره نشون میده، ولی به خودش سختی نمیده اون مسیر رو بره جلو. آقا شما وقتی که یه کلاسی رو شروع می‌کنی، یه پروژه‌ای رو شروع می‌کنی، از 0 تا 100ش بری، قطعاً اون وسطش یه سری مشکلات داره. چرا فکر می‌کنی یه چیزی باید حتما خوب باشه، حتما خوشگل باشه؟ هیچ چیزی تو دنیا وجود نداره که شما سختیشو نکشی، اذیت اصلا موفقیت و طراح شدن، حالا من توی حوزه کاری خودم میگم، بدون اذیت شدن و بدون سخت کشیدن اصلا امکان نداره. یعنی تو تا زمانی که اذیت نباشی و اذیت نشی، اصلا نمیتونی طراح بشی. حالا این اذیت شدن چیه؟ میتونه دیر خوابیدن باشه، کم خوابیدن باشه، بعضی وقتا، نه اینکه همیشه، بعضی وقتا، یا چه میدونم یه وقتایی پول ناهارتو نداشته باشی بدی، اذیت میشی دیگه. همین میگه من باید طراح بشم که مثلا به درآمد خوبی برسم، هر روز چیزای خوب بخورم. آقا یه وقتایی نیست، نمیشه. یا چه میدونم یه وقتایی متریال نداری، یه وقتایی یه کاری رو داری باید بسپری به یه نفر دیگه، نمیتونی، خودت باید انجامش بدی و این باعث میشه که تو اذیت بشی، فشار روانی رود بیاد. این یه چیز طبیعیه توی پروسه طراح شدن، نه فقط توی طراح شدن، توی همه کارا. بدون اذیت شدن به نتیجه نمیرسیم. مورد چهارم که همین الانم دارم صحبت کردم، یعنی گفتمش توی یکی از جمله‌هام، میخوایم که همه کارا رو انجام بدیم، میخوایم که همه کاره باشیم. خب یعنی یک پروژه‌ای میخوایم انجام بدیم، میخوایم که همه کاراشو انجام بدیم. اوکی، توی دوران دانشگاه این کار ازتون میخوان، چون هم در واقع فضا به اون شکله که میطلبه این کار رو انجام بدی و باید انجام بدی، همین که بالاخره شما باید این مسیر رو یاد بگیری تا بعد بفهمی تو کدومش بهتری، تو کدوم نقطه خیلی قوی تری، که دیگه همون نقطه رو بگیری بری جلو. خیلی هستن توی پروسه دیزاینر شدن، تو پروسه طراح شدن، یهو اصلا تغییر مسیر میدن، میرن مثلا فقط میشن عکاس.
عالیه و چه درآمدایی دارن و اینجوری میشه که هستن یکی دو نفر از دوستای من هستن که الان از طراحی صنعتی یه جورایی وارد عکاسی شدن و فکر کنم توی ویدیو قبلی مثالشو زدم نمیدونم و میگه که آقا من فلان روز تا فلان روزم مثلا بازه، اگر میخواید ثبت سفارش کنید برای عکاسی. یعنی اینجوری نیستش که بره بچسبه به دامن بقیه تو رو خدا من پروژه عکاسی بدید، برعکس شده، از طریق صنعتی رفته ها ولی مسیرشو پیدا کرده، حوزه‌های مختلف و دیده، یه حوزه رو دیده که چقدر جذابه چقدر خفنه، همینو رفته توش و همونو فقط رفته داخل. درسته یه حوزه دیگه است ولی خب به هر حال مسیر طراحی صنعتی باعث شده که این اتفاق بیفته. طراحی صنعتی مجموعی از مهارت‌هاست که شما اصلا میتونی زودتر از اینکه از طراحی صنعتی فارغ التحصیل بشی وارد بازار کار بشی، صرفاً به خاطر همون مهارت‌ها. و مورد پنجم اینه که آقا میخوایم که طراح صنعتی بشیم. یعنی چی؟ یعنی هم طراحی کفش بکنم، هم طراحی بسته‌بندی انجام بدم، هم طراحی خدمات انجام بدم، هم طراحی جواهرات انجام بدم، هم طراحی ساعت انجام بدم، هم طراحی کفش. همه حوزه‌های طراحی صنعتی میخواد انجام بده، از این شاخه به اون شاخه. نفر اولش خود من واقعا همین جوری بودم که میخواستم حوزه‌های مختلف رو انجام بدم، یه جوری هم باشه وقتم باز بشه که تا این تموم شد برم سری روی اون یکی حوزه. نمیشه، واقعا نمیشه. اینکه شما بخواید طراح صنعتی باشی شاید توی قدم‌های اول یه چیز اوکی و درست باشه، آقا واقعا میخوای وارد رشته طراحی صنعتی بشی، ولی وقتی میری جلوتر حوزه ها باز میشن و هر حوزه اصلا قوانین خاص خودشو داره، زمین بازی خودشو داره. شما تا بیای از یه حوزه سویچ کنی توی حوزه دیگه باید از صفر دوباره شروع کنی. خب از یه جای بعد اذیت میشی دیگه، هی باید به از صفر شروع کنی، بعد کاملا نمیری مسیر رو، سختی هم نمیخوای بکشی، ذهنت هم دنبال نتیجه هست، نتیجه رو نمیبینی. از الان داری میبینی که نمیشه، به هیچ جا نمیرسه، تو نتیجه رو داری میبینی، بعد میخوای که همه کاراش هم خودت انجام بدی، بعد میخوای تو همه حوزه هم فعال بشی. اون نمیشه. شما وقتی وارد طراحی صنعتی میشی، رشته طراحی صنعتی دیگه حداقل الان عصریه که بازم حالا دوباره میگم فضا از اون حالت تی شیپ بودن ماها خارج شده. به ما طراحی صنعتی میگن که موجودات تی شیپ، یعنی توی یک حوزه عمیقیم و توی بقیه حوزه‌ها یه دستی داریم. الان این اسپیشیال بودنه رو بورسه، هرچند که حالا یه خورده تلفیق‌تر شده، یه ذره جنرالیست هم اومده قاطی شده چند وقته، ولی حداقل برای شروع شما نیاز داری یه حوزه، دو حوزه، سه تا حوزه رو به صورت کلی مطالعه کنی، بعد بری سمتش ببینی که کدومش بهتره. خب من مثلا طراحی جواهرات علاقه ندارم، شاید مثلا مدل سازی چیزی انجام بدم براش، ولی به صورت کلی علاقه ندارم. پکیجینگ به اون صورت علاقه من نیست، طراحی کفش به اون صورت علاقه من نیست، ولی ممکنه اسکچ بزنم. کار من، چیزی که من علاقه‌مو پیدا کردم بیشتر طراحی خدماته یا محصولاتی که یه خدمتی پشتشونه به صورت کلی، یا حالا یه ذره تکنولوژیک باشه، چون باز خود طراحی خدمات عقبه‌ای که داره بحث تکنولوژی توش خیلی پررنگه. یعنی میخوام بگم که شما بعد از اینکه وارد طراحی صنعتی میشید و بخواید واسه بازار کار آماده بشید، یه سری رگه‌ها تو خودتون میبینید، بر اساس اونها میتونید وارد بازار کار بشید. و بحث تخصص بودن، تخصصی کار کردن و متخصص بودن. شاید یه همچین چیزی که شما اومدید به من گفتی که آقا طراحی صنعتی بازار کار نداره، از کسایی شنیدی که شکست خوردن، یعنی رفتن جلو، خوردن زمین، کار خاصی هم دیگه نکردن، فعالیتی انجام ندادن، آقا طراحی صنعتی به درد نمیخوره. نه، واقعا اینجوری نیست. واقعا اینطوری نیست. خیلی از دوستای من اصلا قبل از اینکه دفاع کنن از دانشگاه برن بیرون میرن سر کار. خیلی از دوستای من قبل از اینکه دفاع کنن پروژه میگیرن. خود من کسی بودم که قبل از اینکه دانشگاهم تمام بشه، حتی همین الان که ارشد هستم دارم کار میکنم، پروژه گرفتم دارم کار میکنم، درآمدش هم واقعا درآمد خوبیه به نسبت قدمی که دارم برمی‌دارم. پس خلاصه اینو میخوام بگم که طراحی صنعتی بازار کار داره، توی همین شرایط افتضاح ایران هم بازار کار داره، ولی نکته اینه که بازار کار نیروی متخصص میطلبه، نیرویی که رزومه خوبی باشه، کار کرده باشه، سختی کشیدن توی رزومش دیده بشه. کارفرما اینا رو میفهمه. منی که تا اینجا اومدن این 7-8 سالی که فعالیت کردم، کار کردم، اون سختی کشیدن رو توی پروژه‌هاتون تا حد زیادیشو میتونم ببینم. نمیخوام ادعا کنم که نه من 100% میفهمم، نه، ولی باز به هر حال خب یک مسیری رو من طی کردم، میتونم ببینم کسایی که دارن میان بالا توی اون مسیر چی کارا کردن، میتونم بهتون بگم که آقا تو میتونی کار بگیری یا نه. دیگه همین. اومدم که قشنگ در موردش صحبت کنم، تجربه من بگم و دلایلش هم بگم که چرا فکر می‌کنیم کار نیست. کار هست. شما جلوتو ببین، فرایند رو نگاه کن، به تهش اصلا نگاه نکن، برو تو دل قضیه. قطعاً توی بازار کار
یه پروژه خیلی خوبو به دست میاریم. اگر که در مورد بازار کار چیزی هست که من هنوز در موردش حرف نزدم، این پایین حتما واسه من بنویسید، حتما جواب میدم، چون خیلی مهمه. اذیت میشم که شما با یه سری اطلاعات غلط بخواید مسیر رو ادامه بدید یا اصلا به مسیر نگاه کنید. پس کامنت بذارید، من حتما جواب میدم. دمتونم گرم که تا اینجا ویدیو من همراه بودین و تا آخرش دیدین. منتظر ویدیوهای بعدی من باشین. فعلا خداحافظ.